نه که درش نمیارم، استایلم به هم میریزه. چیشاشم در آوردم که راحت میکاپ کنی. اگه میکاپ آرتیست میکاپ باشه که همین راحت میتونه اینجوری کارشو انجام بده دیگه. این خالا زیگیلای منم برش میداری برام؟ خالا زیگیلو نمیتونیم برداریم که اون کار پزشکه، کار جراح پس زیباییه. چجوری از من اینجا پول وی آی پی گرفتیم، بعد این وایرادای منو نمیتونی برافت کنی؟ وای دردم اومد، چیکار کردی با من؟ وای اسکر آقا کجایی؟ ببینی زنت چه دردی کشیده. میگم دفعه پیش رفته بودی سفر، مجبور شدم برم یه سالن دیگه. اوف اینی اون میمون منو درست کرده بود. گفتم چشامو دروش کن خمار کن، میگفتش باید برات لنز بذارم دیگه. آخر لنز رو گذاشت تو چشای من، یه عالمم پول کرد تو پاچه من. اینقدر بد اخلاق بود. آینمو همیشه با خودم همه جا میبرم، از من گرفته بود، منو خوابونده بود، نمیذاش ببینم داره چی کار میکنه با من. تو خدا یه چیزی بزنید چروک موروکای من از بین بره ها، من هزینه کردم اینجا. این چیه لای دندونات؟ ایوا خاک به سرم، زوجات خالی آش خورده بودم، مال اونه. این بود لامصب. نمیخوای این عینک رو برداری که چشات بیشتر به چش بیاد؟ حالا چون خیلی میکاپم و لاکچری کردی میتونم برم چیش 5 تا جارمو با هم در بیارم قلاقش کنن؟ آره حتما.